و پیامبر علیه السلام میگه که التاجر الجسور کالمجاهد فی سبیل الله، تاجری جسوری رزقو مثل مجاهدی در راه خدا هست، مثل مجاهدی که وطنش را حمایت میکند هست، مثل یک شجاع و یک غیرتی که سینه سپر میکند است. تاجری جسور درجه همون درجه شهیدی و مقام شهیدی رو نزد پروردگار میگیرد که دروغ نمیگوید. در مالش نقصی هست میگوید برادر این مال در اصل همین نرخ است، لیکن باری من نقص دارد، کمبودی دارد، با در نظر داشت این کمبودیش این همین قدر ارزان میدهم، پنهان نکند. هیچ ممکن نیست اون تاجر مفلس شود. چرا تاجری ما یک حب میخیزن یکی توپ میزنند؟ اگه دروغ میگویم، دروغ بی برکتی میارد در تجارت. شما دیدید کدام تاجری که راستگوی، صادقی، امینی که همیشه راست میگوید، هیچ فریب نمیدهد، هیچ کسی رو فند و فریب نمیکند، مفلس شده است؟ نمیشود، هیچ ممکن نیست. چرا که پروردگار وعده خلاف نیست. کسی که دروغ نمیگوید، از خدا میترسد، تقوای پروردگار رو پیش مد اولی نظرش میگیرد، همیشه تلاش میکند راستگو باشد و راست بگوید و تلاش میکند، در تلاش هست، در فکر راستگویی هست. نزد پروردگار اون بنده مخصوصش هست که پروردگار به اون عزت و برکت و سعادت زیاد میدهد.